بهتون میگن یه چشم بکشین، شما یه بادون میکشین یه دایره وسطش و اینم موجهاش، ولی این اشتباهه. طریقه درست طراحی اینطوری هستش که ما یه زوزنقه میکشیم که نسبت به خط افق یه مقدار کج‌تره و زاویه داره. گوشه هاشو منحنی شکل میکنیم، اضافاتشو پاک میکنیم و این شد فرم کلی چشممون. حالا قرنیه رو میکشیم که یه مقدار از چشممون زده بیرون و اضافاتشو پاک میکنیم. نصف قرنیه اندازه خط بالای پلک و پایین پلک هستش. حالا از لثه پایین رو میذارم، نورای چشم رو میذارم و شروع میکنم به سایه زدن. با خطوط پرتابی خرد موجه ها رو اول میکشم و بار دوم موجه های بلند و فر رو میکشم، موجه های پایین رو هم میکشم و نورش رو درست میکنم و این شد چشمی که ما باید بکشیم. خب دوستان، من ویدیو رو به صورت سریع گذاشتم، فقط میخواستم تناسبات چشم رو و طراحی رو بهتون توضیح بدم. اگر میخواین این نکات رو کاملا یاد بگیرید میتونید توی کلاس‌های ما شرکت کنید. کلاسامون هم به صورت حضوریه هم به صورت